یکی دو سه دقیقه میخوام راجع به یه چیزی که تو این هفته مرتب با من تماس گرفتم دوستان، سرداستار گلدن گلوب و فیلمی که جایزه گرفت جدایی و الان هم کاندیدای اسکار در دو زمینه که میگیره. خوشحال میشه نه؟ برای خود فیلمساز خوشحال میشم. برای سینمایی رو خوشحال حالا میخوام همین تو خیلی کوتاه عرض شود که به نظر من یک جشنواره‌های سینمایی هنری فرنگ جشنواره‌های هنری سینمایی نیستند اساسا. اسکار هم همینطوری، اسکار هم بویژه همینطور. جشنواره حالا اسکار تفاوتش با کن و ونیز و برلین در اینه که رو به صنعت داره. یعنی صنعت سینمایی نگاه اساسا صنعت سینمایی ببینه تو بخش داخلی، تو بخش خارجی نه. تو بخش خارجی حالا باید کشف کنه و اینجاست که به نظر من اساسا سیاسیه. یادتون بیاد بچهای آسمان رو با فیلم آقای بنینی هر دو کاندید بودن. بنینی گرفت و فیلم بنینی آخرین نماش یک ناو امریکایی که میاد ناجیه. روشنه که فکر کردم اون میگه، یعنی روشنه که سیاسیه. الان نادر از سیمین یا یک جدایی این توهم رو نداشته باشیم که اونا دارن به ما جایزه هنری میدن. اینطور نیست. جایزه علمی جهانی به نظر من با ارزش، رقابت ورزشی با ارزش، جوایز سینمایی جهانی به خصوص در یکی دو دهه اخیر و هنری جای شک داره. به هیچ وجه نیست که اونها آدمایین که سیاست توش نیست و کاملا به نظر من خط دهنده این جشنواره‌ها سیاسی. این که چند روز پیش تو سایتی که من هم نویسیش دیدم فارسی شد میگه که ما جایزه فیلمنامه را کاندیدای فیلمنامه را به یک جدایی میدیم برای اینکه تو ایران مجوز نداشته این فیلم. خب روشنه که این دروغه. روشنه که فیلم تو با مجوز ساخته شده، اول جایزه جشنواره فجر رو گرفته و بعد رفته بیرون از ایران. این که ما به فیلمی که مجوز نداره کاندیدا میکنیم روشنه که سیاسی دیگه. یک. دو، به نظر من خود فیلم هم، یعنی اونا هم دارن با دو بال بازی میکنن. یکی این رو میگن که قیافه اپوزیسیون نمایی بگیرن و فیلم رو اپوزیسیون کنن، از آن خودشون کنن که فیلم اپوزیسیون نیست. این مثبت. دو، این که در جهت به نظر من این توهم که اونا دارن سیگنال مثبت به ما میدن، از یک طرف ما رو اونطوری تحقیم میکنن، اینجور فشار، از طرف دیگه به فیلم ما جایزه اسکار میدن، دارن سیگنال مثبت میدن. من فکر میکنم این توهمه. فیلم در راستای تفکر تحریمه، چیزی که اونا میخوان تصویری که ما بدن. به نظر من مستقل از اینکه من این فیلم رو خوب نمیدونم، فیلم خوبی نیست از نظر من، ولی اگزوتیسم مدرنش و تصویر چرکی که از ما میده در راستای تفکر اونا و در جهت تحریمه. گفتم اینم عرض کنم که دوستان اینقدر کله پا نشن از گلدن گلوب و اسکار و هر چیز دیگه، این نگاه رو هم بشنون. عرض دیگه ای ندارم. خب